و چی کار کنند مردم در همین دهه ماه رمضان و برای دریافت شب قدر چی کار را زیاد باید انسان اجرا کند؟ بهترین عمل در همین دهه نماز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شبهای دهه آخر یعنی قدر را شب زنده داری کند با نماز. من قام مقصد به نماز راست استاد از روی ایمان، یعنی چطور مجبور کرد که این شب خواب نکردی، مشغولیت به دیگر کارها نشدی، به نماز استادی؟ ایمان به الله تعالی باور دارم، میدونم که الله تعالی خبر داد که همین شب مبارک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن که شب قدر شب مبارک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دهه آخر را شب زنده داری کردند و برای این ثواب عظیم وعده کردند. من به این ایمان دارم، باوری دارم، برای همین میخوام همین اجر و ثواب و رحمت الله تعالی رو نایل شم. یعنی ایمانن همین معنا و احتسابا اجر و ثواب امید کند، با مقصدی دریافت کردن اجر و ثواب. در مسجد یک بای هست، شخصی سخی، کسانی که مثلا دهه آخر شب زنده داری میکند خیر میکند. یا آدم برای همین شده رفت مثلا، یا برای نزدیک شدن به همان شب با همون شخص اعتکاف نشست، با همون شخص دوستی پیدا کرد با مقصد دنیا. الله تعالی در پناهش نگه داره. این بسیار بد است. این انسان از این ثواب ها محروم است، چون که دو شرط مونده. من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی احتساب، یعنی از روی نائل شدن به ثواب. اگر همین شبها را نماز خواند تمام گناهاش بخشیده میشد، گناههای کبیره و صغیرش. اگر واقعا از صدق و از اخلاص اگر شب زنده داری کند، الله تعالی بزرگتر است از گناه. الله تعالی ذات است که گناهی بسیار، گناهی بزرگ همش را عفو میکنه. و حضرت عایشه پرسیدن ما مثل سوال شما، یا رسول الله اگر دانم که همین شب قدر چی گویم؟ گفتن که قولی بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو ذات عفو هستی، عفو کننده، عفو کن. دوست می‌داری، عفو را دوست می‌دارد الله تعالی. فاعف عنی، از من گناهم را بخش. حضرت ابوبکر هم این گونه سوال دادند، یا رسول الله چی گویم؟ گفتن که بگو که ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا، پروردگار ما نفسمون رو ظلم زیاد کردیم، مقصد گناههای ما رو مغفرت کن. گفته دعا کن. گفتم